گلشنم مفتونی همدانی. بابا طاهر همدانی که جزء مشاهیر همدان هست که شعراش رو اکثر دنیا به زبانهای مختلف چاپ شده. شاعر و عارف نامی هم آقای مفتون همدانی که صاحب کتاب هستن، ایشون هم اشعارشون هست. ما امروز در نزد مقبره بابا طاهر اوریان هستیم و از اینجا شما میتوانید که تمام گرد و اطراف شهر همدان رو تماشا کنید. حالا من در گرد و اطراف این مقبره دور زده ایستادم. من این شهر همدان، بهترین کشور گویم دوست و برادر ما ایران، تهران، همدان با شهر دوشنبه برادر شهر هستند و من فکر میکنم که بعد روابط از بین برداشتن خیلی زیاد مردم ایران به تاجیکستان میبیان، مردم تاجیکستان به ایران و مناسبت های دوستی ما باز هم مستحکمتر میشود. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روز سخت. زنده باد دوستی بین خلقهای تاجیکستان و ایران. سلامت باشید.